با سلام به معلمای عزیزم، از جمله خانم لطفی، خانم معلم علومم. خانم امروز اومدم درس فصل چهار علوم نهم رو براتون بگم. یعنی تو این فصل از حرکت چیست صحبت میکنیم، اسم فصل همینه. خب لطفا بریم اسلاید بعدی. مرسی. خب اول حالا میگین آبشار زیر آب شاید چه رفتی به درسمون داره. خب آبشار زیر آب، من اومدم اول براتون یه دانستنی بذارم که حالا هواتون عوض بشه تا بتونین تا آخر ویدیو نگاه کنین. من آخر ویدیو یکی دیگه از اینا رو گذاشتم. خب اومده میگه این آبشار تو سواحل جنوبی متریس به نظر میرسه، تو حاشیه یک آبشار در حال قطوبر شدن و طغیان، در حال طغیان قرار داره. جریان های چرخشی اقیانوس ها که دارای گل و ماسه ها هستن و الگوی عجیبی تو این ایجاد کرده که تصویر آبشار که تو زیر آب قرار داره و میتونیم از این منظور حتی به هنگام مشاهده از بالا واقعا تماشاییه. الان بریم اسلاید بعدی که عکسشو ببینیم. لطفا اسلاید بعدی. ببینین الان این آبشار زیر آبی که میگن اون ماسه ها گل و لایه ها که زیر آب هستن میرن. این اصلا آب صافه از بالا که میبینی این ماسه ها میرن تو و ما میبینیم و یعنی آب صافه. خب ممنون. خب میگیم اینجا اومدیم مسافت پیموده شده یا طی شده چیست رو بگیم. وای حالا من براتون یه جور توضیح میدم که خیلی راحت میتونیم بفهمید. کل مسیر طی شده توسط متحرک، همه مسیر طی شده توسط یک حرکت کننده یا هر چی، از نقطه شروع تا نقطه پایان رو مسافت میگیم. مثلا یک توپ ما میذاریم روی زمین و توپ ما از اونجایی که شروع کرده تا اونجایی که وای میسته بهش میگیم کل مسیر طی شده این توپ ما. حالا بردار جابجایی چیه؟ اینم حالا خیلی آسونه، باید اینو بخونیم برای خودمون بفهمونیم که چی میگه با مثالای آسون. خب اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن بردار گفته میشود. خب این خیلی راحته که اگه یه ماما نیم خط یه خط کوچولو که جاش علامت جهتی مثلث کوچولو جلوی خط میشه به اون میگن پاره خطی که دارای جهت باشه و اون بردار میگیم به همین راحتی. خب حالا جابجایی هم بریم توضیح بدیم. جابجایی کمیت برداریه که اندازه و جهت داره، پس نمیتونیم اون رو فقط با یک عدد بیان کنیم و باید تون اون رو نیز مشخص کنیم. خب بیام با روش‌های من 4 تا روش براتون پیدا کردم. اون روش خیلی راحت تر میتونیم یاد بگیریم. خب چپ و راست و بالا و پایین، یعنی بردار جابجایی میتونه به چپ، به راست، بالا و پایین باشه جهتاش، بعد به طرف شمال و جنوب و شرق و غرب باشه با علامت مثبت یا منفی. برای حرکت‌های یک بعدی باشه، نمایش ریاضی برای حرکت دو بعدی باشه. نمایش ریاضی هم که حتما میدونین تو کتابم هستش. بریم لطفاً اسلاید بعدی. الان همین عکسی که میبینین تو کتاب هستش، همین بردار و جابجاییه که تو عکس دوم که میبینین برد با علامت نشون میده از شروع تا پایان بردار جابجایی میگیم. بردار جابجایی هم اگه دقت کنین شمال به 4 قسمت شمال و شرق و غرب تقسیم کرده. بریم اسلاید بعدی. خب توی این اسلاید اندازه بردار جابجایی رو برای گفته به اختصار توضیح بده. خب اینم راحته بخونیم و یاد بگیریم. اگه شروع و پایان حرکت یکی باشن اندازه بردار جابجایی برابر 0 خواهد شد. این یه دایره می‌بینین نوشتم توش برای مثال. ببینید شروعش هم یه جا شروع میشه، پایانش هم همونجا تموم میشه. بهش میگیم همون 0 دیگه بردار جابجاییش. خب حالا برای دومین جمله، برای اینکه اندازه بردار جابجایی با مسافت طی شده یک متحرک برابر باشه بعد متحرک روی مسیر مستقیم بدون تغییر جهت حرکت کنه. الان اگه عکس دومی که خط دراز کشیدم به اونم دقت کنین، تو یه خط صافه شروع و پایانشه که اندازه بردار جابجایی با مسافت طی شده یک متحرک برابر میشه. خب بریم اسلاید بعدی.
خب تندی متوسط رو گفته توضیح بدیم. خب تندی متوسط چیست؟ نسبت مسافت طی شده به زمان صرف شده تندی متوسط میگیم. خب نسبت مسافت اول به خودمون توضیح بدیم نسبت مسافت چیه، بعد بریم به بقیه. نسبت مسافت طی شده، اون طرح شده، ببخشید طی شده به زمان صرف شده تندی مسافت میگیم. یعنی نسبت مسافت اون راهی که میریم با زمان صرف شدهش میشه تندی متوسط. حالا مثلا ببخشید، خب تندی متوسط رو با چی حساب میکنیم؟ تندی متوسط تقسیم بر مسافت تقسیم بر تندی متوسط مساوی مسافت تقسیم بر مدت زمان. خب توی این مثال هم که میبینین توی کتاب هستش. بریم اسلاید بعدی. اینجا ما تموم میکنیم درسمون رو. تا یه جایی من اینو توضیح دادم، تقریبا خلاصه فصل 4 همش نه ولی تقریبا خلاصش کردم. اومدم بهتون قول داده بودم که تو آخرش هم یکی از اون دانستنی ها رو بگم. اینجا گفته استخر شیطان که در واقع یک استخر طبیعیه بالای صحره است. حدود 68 متر و نیم از زمین فاصله داره و در نزدیکی آبشار ویکتوریا در زامبیا در قاره آفریقا. این چاله مرگ یکی از مکانهای دیدنی دنیا است. سالانه افراد بسیاری از سراسر دنیا به سمت خود میکشاند. خب ممنون از تماشا کردنتون معلمای عزیزم، مدیرام. امیدوارم که خوشتون بیاد و همه این کسایی که میبینین ممنونم از نگاه کردنتون، برای اینکه وقت گذاشتین.